آیا روزهای پژمان جمشیدی در زندان به پایان میرسد؟ با وجود همه شایعات و اخبار ضد و نقیض، قرار بازداشت پژمان جمشیدی ممکن است لغو شود. اما چه اتفاقاتی پشت پرده در حال رخ دادن است؟ با ما همراه باشید تا همه جزئیات این پرونده پرحاشیه را بررسی کنیم. از روز سه‌شنبه پژمان جمشیدی به دلیل اتهامات سنگین و جنجالی که علیه او مطرح شده، در بازداشت موقت پلیس قرار گرفته است. این اتفاق شوک بزرگی به دنیای هنر و ورزش ایران وارد کرد، چون هیچ کس انتظار چنین حادثه‌ای را از ستاره محبوب سینما نداشت. اتهامات سنگینی به او وارد شده که به شدت فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داده. در این چند روز شایعات زیادی پیرامون آزادی یا حتی تغییر وضعیت قرار بازداشت پژمان جمشیدی به راه افتاده است. برخی از رسانه‌ها و نزدیکان او از احتمال آزادی و تغییر قرار بازداشت به وثیقه صحبت کردند، اما قوه قضاییه این اخبار را تکذیب کرده و اعلام کرد که مستندات محکمی وجود دارد که باعث شده آزی تصمیم به ادامه بازداشت پژمان بگیرد. قوه قضاییه به طور رسمی اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای تغییر قرار بازداشت پژمان جمشیدی گرفته نشده و حتی در برخی رسانه‌ها مطرح شد که او ممکن است به قید وثیقه آزاد شود. اما این اطلاعات به هیچ وجه صحت ندارند. این اظهار نظرها باعث شد تا بسیاری از طرفداران و رسانه‌ها به وضعیت پرونده توجه بیشتری نشان دهند. اما در دقایق اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام خبری جدید تمام معادلات را به هم زد. او گفت که در جلسه دادگاه تجدید نظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی نقض شده و به زودی یک تصمیم جدید برای او اتخاذ خواهد شد. به گفته او، قاضی با توجه به شرایط خاص پرونده و جنبه رسانه‌ای آن تصمیم به تغییر قرار بازداشت گرفته است. سوال اینجاست که قاضی چه تصمیمی برای پژمان جمشیدی خواهد گرفت؟ طبق قوانین زمانی که قاضی به مستندات جدید دست پیدا می‌کند و شرایط پرونده تغییر می‌کند، می‌تواند قرار بازداشت را تغییر دهد. این تغییر می‌تواند یکی از 3 گزینه باشد. پژمان می‌تواند با گذاشتن وثیقه آزاد شود. حالا که قرار بازداشت پژمان جمشیدی نقض شده، سوال این است که آیا او به زودی آزاد خواهد شد؟ برخی منابع اعلام کردند که احتمالاً ظرف 1-2 روز آینده تصمیم نهایی درباره وضعیت او گرفته خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این پرونده چگونه رقم خواهد خورد و آیا پژمان جمشیدی از این بحران بزرگ به سلامت عبور خواهد کرد یا نه. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا پژمان جمشیدی گناهکار است یا پروندهش در نهایت یک اشتباه رسانه‌ای است؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید و حتما این ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. آیا روزهای پژمان جمشیدی در زندان به پایان میرسد؟ با وجود همه شایعات و اخبار ضد و نقیض، قرار بازداشت پژمان جمشیدی ممکن است لغو شود. اما چه اتفاقاتی پشت پرده در حال رخ دادن است؟ با ما همراه باشید تا همه جزئیات این پرونده پرحاشیه را بررسی کنیم.